سلام، خوش اومدید به چنل دیزاین بای مهدی. وقتی داشتم ویدیو قبلی رو درست میکردم و ادیت میکردم، این ویدیویی که لینکش میاد بالای صفحه، با خودم فکر کردم که چه سایت هایی میتونه وجود داشته باشه که اینقدر مسخره باشن و رفتم تحقیق کردم و یه سری سرچ کردم و یه سری سایت مسخره دیدم که امروز قراره با هم ببریم و ببینیمش. پس عنوان این ویدیو میشه مسخره ترین سایت هایی که وجود داره. قبل از شروع ویدیو ممنون میشم که چنل رو سابسکرایب کنید و این ویدیو رو لایک کنید. بریم و این سایت مسخره رو ببینیم. خب سایت اولی که میخوایم ببینیم آدرسش pointer.com. البته این اسمش آسونه. سایت های بعدی که اسمشون یکم سخته رو میذارم اینجای ویدیو براتون همه رو میذارم. خب این سایت ببینیم چجوریه. اونجایی که موس شما هستشو ببینید با تصویر که پشتش مطابقت داره. یعنی چی؟ یعنی داره اونجا رو نشون میده. مثلا من موس رو میبرم این و یه نفر هست که داره با دست اونجا رو نشون میده. ببینید خیلی جالبه. همه جای صفحه هم این کار میکنه. مثلا این پای من میخوام ببینید تصویر ناجوری بود. یا مثلا اینجا به اونجایی که موس هستش اون تصویر زمینه اشاره میکنه. خیلی باحاله. بریم سایت بعدی رو ببینیم. سایت بعدیمون که آدرسش اینه، یه سایت باحاله. اینجا پلیو که میزنید با یه صدای خیلی زیادی اون سگا میدونن. سرم درد گرفت خدایا. خب بریم سراغ سایت بعدی. خب این سایت خیلی باحال و مسخره است. موسو که سمت راست میبری این بر میگرده. این موس من اینجا میکشید سمت چپ با این مارماهی میزنید تو صورت این یارو و واقعا باحال. ببینید مثلا آدم حسش خالی میشه، دوست داره همین کار انجام بده همیشه. خیلی باحاله، من اینو خیلی دوست دارم. آدرس همه این سایت هم توی دیسکریپشن میذارم براتون. علاوه بر اینکه اینجای ویدیو میذارم که ببینید شما، داخل دیسکریپشن هم میذارم براتون. تق. خب بریم سراغ سایت بعدی. این یکی سایت یه اسبیه که توی توضیحاتی که نوشته بودن اینطوریه که هرچی اسکرول میکنی به پاهاش نمیرسی. ببینیم درسته، واقعا هم همینطوره. حالا من قربیلک موسم خرابه، دارم با این نوار میبرمش پایین. خیلی باحاله، انتهایی نداره. آدم حسش میگه دوست داره همش برسه به آخرش و نمیتونه. بریم سراغ سایت بعدی. این یکی سایت یه سری گربه ها میپرن پایین و میتونید تکونشون بدید اینجوری. میتونید اصلا بندازتشون بیرون از کادر. خیلی باحال. اینجا هم زده make it rain، بارون گربه ای فکر کنم میشه. آره همینقدر مسخره و خنده‌دار. بریم سراغ سایت بعدی. این یکی سایت یک کرمه، داخل توضیحات که زده اینجوری تکون میخوره. اگه خیلی تکون بدی افکت تو صدای عجیبی داره. بذارید زیاد موسو تکون بدیم ببینیم چی میشه. باحال بود، صدا نداشت، فقط افکت باحال و عجیبی داره. باید به چپ و راست بکشیش که اینجوری بشه، بالا پایین نمیشه. باحال.
خیلی هم نرمیم برون میشه، خیلی جالب. بریم سراغ سایت بعدی. این یکی سایت نوشتن که میم ها یا انیمیشن های خنده دار داره. همین ببینم چیه داره. اینجا هم دکمه بعد و قبل داره. ببینیم بعدی چیه. اگه صورت اینترنت یاری کنه. این سایت مسخره هست ولی خنده‌دار نیست به نظر من فعلا. عجیبه. ببینیم بعدیش چیه. چیز جالبی نبود به نظر. میریم سراغ سایت بعدی. ولش کنیم اینو. این یکی سایت ببینیم چیه. همین نوشتن نو. خب عالی شد. میریم سایت بعدی. خب این یکی چیه. همین واقعا همین رو نشون میده. این سایت هم نوشتن که هر وقت بازش میکنی یه رنگ خاصی رو نشون میده. بریم سایت بعد. توضیحات این یکی سایت هم نوشته یه سگ پاگه که با قالی پیچیده شده و همین. حتی اون سایت مسخره که ما زدیم کاربردی داشت به نظر خودم. این سایت هم گل سرسبد سایت های مسخره است. چرا؟ چون توی توضیحاتش نوشته بود که هر وقت کلیک کنی اینجا یه سایت مسخره دیگه ای رو بهت نشون میده و این عالیه. خب این از این سایت حاجی این مسخره نیست، خیلی خوبه، بازیه. سایت بعدیش چیه؟ خب عالی شد، همون قبلیه. این چیه؟ نمیدونم دقیقا چیه. میزنیم بعدی. این هم مثل همون اسب است که به پایانش نمیرسی. بعدی. اینو با دکمه های کیبورد هم میشه بازی کرد. این خوبه، این جالبه. بذارید ببینم میتونم تمامش کنم. خیلی ویدیو طولانی میشه ولی میتونم، مطمئنم که میتونم. یه سایت دیگه هم ببینیم و ویدیو رو ببندیم. نمیفهمم این یکیو. خب ولش کن. اگه تا اینجا ویدیو با من همراه بودی ممنون میشم که این ویدیو رو لایک کنید و کانال منو سابسکرایب کنید. تا ویدیوهای دیگه خدا نگهدار.